گفت یه مهندس رو از اروپا آوردیم، از سوئد، مسیحی بود، برای تهویه‌های حرم مطهر علی ابن موسی رضا. مهندسین حرم، مسئولین همراهیش میکردیم، دونه دونه تأسیسات رو بهش نشون میدادیم، چیا داریم چیا کم داریم. وارد حرم شدیم مبهوت شد، از من پرسید اینجا کجاست؟ صحنه‌ها رو گذروندیم، من براش جورایی توضیح دادم تا رسیدیم به صحنه انقلاب. گفت آقا اینجا کجاست؟ گفتم اینجا حرم امام رضای ما مسلماناست. گفتش که چی شده؟ از دنیا رفته تازگی؟ گفتم 1400 سال پیش. میگفت پنجره فولاد رو نشون داد بهم، گفت چرا اینا با طناب خودشونو اینجا بستن؟ گفتم ما اعتقاد داریم اگه کسی دردی داشته باشه که درمونی براش پیدا نشه، گرهی به کارش بیفته که مردم از باز کردنش عاجز باشه، اینجا دخیل میبنده. این آقا کارشو راه میندازه. دیدم راهشو گرفت به سمت پنجره فولاد، کرباتشو از بین کتش در آورد، گره زد به یکی از حلقه‌ها. اومدم جلو بهش بگم آقا شما مسیحی هستید؟ یادم اومد اینجا خونه امام رضاست. به من چه ربطی داره؟ موبایلش و وسایلش دست من بود. دیدم موبایلش زنگ میزنه، از خونه‌شونه، خانومشه. نزدیکش رفتم گفتم آقای مهندس دیدم حال خودشه، تلفنتون، خانومتون. دیدم محل نکرد. میگفت یه نیم ساعتی گذشت. کرباتشو باز کرد، به من گفتش که راه بیافتیم. گفتم آقای مهندس خانومتون چند بار پشت سر هم زنگ زده. میگفت گوشی رو گرفت، چاش به خانومش صحبت میکرد. دیدم عقب داره میره. تکیه داد به دیوار، دیدم نمیتونه واسطه، نشست رو زمین. نزدیکش رفتم، دیدم داره گریه میکنه. گفتم مهندس چیزی شده؟ اتفاقی افتاده؟ گوشی رو قطع کرد. گفت آره یه اتفاقی افتاده. گفت یه دختر معلول داره تو کشور خودم. خیلی دکتر دواش کردم، فایده ای نداشت. این حرف تو به دلم نشست. گفت این دوتا راه حل بیشتر نداره، یا داره دروغ میگه من اومدم کارمو انجام بدم، پولمو در میارم، یا راست میگه کارم راه میفته برمیگردم. خانوممه میگه کجایی؟ گفتم ایران، برای کار اومدم. میدونی که نه، کجای اون کشور هستی؟ گفتم مگه میشناسی یه شهری به نام مشهد؟ نه. کجای اون شهر هستی؟ گفتم بابا مگه میشناسی یه حرمیه به نام حرم امام رضا؟ چرا؟ میگن امام هشتم شیعیانه. گفت آی مرد، قبل از این که بهت زنگ بزنن زنگ خونمونو زدن. درو باز کردم دیدم یه آقا دم دره. گفتم بفرمایید شما؟ گفت رضا هستم. اومدم دخترتون رو ببینم. گفتم شوهرم سفره، این بچه رو ما خیلی دکتر دوا کردیم آقا فایده نداشته. گفت بذار منم یه بار ببینمش، شوهرت خیلی سفارش کرده. آی مرد، اگه هنوز ازش دور نشدی برگرد بهش بگو دکتر رضا همین که پا تو از خونمون گذاشته بیرون، بچه‌م بلند شد رو پاش